سیمون لوسی انرستین ماری برتراند دوبوار، نویسنده، فیلسوف و فمینیست فرانسوی، در 9 ژانویه 1908 در محله مونوپارناز پاریس در یک خانواده سرمایه‌دار متولد شد. سیمون در کنار خانواده‌اش کودکی شاد و خوبی را سپری کرد. پدرش وکیل و مردی با فرهنگ بود و مادرش زنی دلسوز و مهربان. سیمون دلبستگی زیادی به خواهرش داشت. به این ترتیب فضایی تپیده از آسودگی خیال همراه با مهربانی، محبت کودکی او را در بر گرفته بود و چون برادری نداشت از دختر بودن خود در شگفت نبود. از 5 سالگی به یک مدرسه کاتولیک رفت، مدرسه‌ای که به گفته خودش او را خوشنود نمی کرد. در دوره دبیرستان همواره شاگردی ممتاز دبیرستان دیزر بود. پسر عموی او که عشق دوره نوجوانی دوبوار بود، ذهن وی را نسبت به توانگری میراث فرهنگیش بیدار می کرد. تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم در مدرسه کاتولیک کوردزیر به پایان رساند. در سال 1929 از دانشگاه سوربن برای رشته فلسفه پذیرفته شد. همانجا با ژان پل سارتر آشنا شد و رابطه منحصر به فردشان از همانجا آغاز گردید. این دو هیچ وقت ازدواج را به شکل مرسوم آن زمان نپذیرفتند و طی دهه‌های 1930 تا 1940 جداگانه زندگی می‌کردند. دوبوار همیشه سارتر را فیلسوف به شمار می آورد و نخستین رساله‌اش اثر برجسته او هستی و نیستی در سال 1943 را مرجع اصلی دیدگاه فلسفی خویش می انگاشت. تا 1943 در مارسی و روئن و پاریس به تدریس مشغول بود. کتاب وقتی معنویت اولویت دارد را قبل از جنگ جهانی دوم در سال 1939 به پایان رساند، اما در سال 1979 به چاپ رسید. رمان‌های سیمون میهمان بود که میتوان آن را به عنوان آغاز راستین ادبی دوبوار به شمار آورد. در سال 1946 رمان همه میمیرند را به چاپ رساند که یکی از مهمترین و مشهورترین رمان‌های وی است. درباره مردی جاه طلب است که بر حسب جریانی جاودانی می شود و چند قرن زندگی می کند و به دنبال مفهوم زندگی می گردد. اما غافل از اینکه زمان همان ارزش زندگی است و زندگی تنها برای انسان‌هایی ارزش یگانه دارد و در می‌یابد همه آنچه که جست و خیز می‌کرد پوچ و تباه است و دوبار نشان می‌دهد که روزی همه می‌میرند اما پیش از مردن باید زندگی کرد. در سال 1946 نگارش جنس دوم را شروع کرد و در سال 1949 به چاپ رسید، کتابی که تماماً در مورد فمینیسم بود. در کتاب جنس دوم سیمون دوبوار استدلال‌های خود را از طریق باور داشت که بودن مقدم بر ماهیت است. وی بر همین منوال استنباط می کند که یک انسان زن زاده نمی شود بلکه تبدیل به زن می شود، چرا دختران از اوایل کودکی نقش‌های فرهنگی معینی را می‌پذیرند. تز کلی کتاب نشان داده است که چگونه زنان به وسیله تاریخ و افسانه‌های تعریف و محدود شده‌اند. آنها در جایگاهی پایین‌تر قرار می‌دهند. به باور دوبوار تاریخ فرهنگی مانع از آن شده است که زنان آزادی خود را درک و بر اساس آن عمل کنند. اما آنها می توانند با نفی این افسانه‌های فرهنگی خود را باز تعریف کنند. در مقابل تا زمانی که زنان به مردان و سنت‌های فرهنگی اجازه دهند تا چیستی آنان را تعریف کنند، آزاد نخواهند بود. دوبوار استدلال‌های زیست شناختی، روان شناختی و ماده‌گرایانه را برای تدبین دسته‌ای از ویژگی‌های رفتاری زنان که از کنترل فرهنگ خارج است نفی می‌کند. دوبوار دلیل می‌آورد در طول تاریخ زنان همیشه به عنوان انحراف و ناهنجاری‌ها شمرده شدند. در کتاب جنس دوم دوبوار می‌گوید که این طرز فکر با ادعاهایی که این زنان در مقابل مردان نابهنجار در مقابل هنجار و منحرف در مقابل طبیعی هستند، جلوی پیش روی زنان را گرفته است.
به عقیده وی برای آنکه فمینیسم بتواند به جلو حرکت کند، این برداشت باید از بین برود. در این صورت زنان درست به اندازه مردان قادر به پیشرفت هستند. دوبوار استدلال می کند که زنان همواره دیگری مردان به حساب آورده شدند و چنین ادراکی را در هویت خود درونی ساختند. بنابراین مردان کنشگرا و زنان کنشپذیر هستند. دوبوار بر این باور است که با وجود ساختارهای فرهنگی موجود همچون ازدواج، مادری، روابط زن و مرد، زنان بختی برای آزادی یا برابری ندارند. با این وجود دوبوار خوشبین است و عقیده داشته زنان می توانند زمینه آزادی خود را فراهم کنند. آنها می توانند افسانه‌های فرهنگی را به چالش بکشند، می توانند استقلال اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و بر تصور اشتباه پایین دست بودنشان در هنر و ادبیات فایق آیند. مهمتر آنکه آنان می توانند رابطه برابری را با مردان تجربه کنند. او نوشت: اگر روزی فرا برسد که زن نه از سر ضعف که با قدرت عشق بورزد، دوست داشتن برای او نیز همچون مرد سرچشمه زندگی خواهد بود و نه خطری مرگبار. در 1954 مادرین ها را نوشت و به خاطرش برنده جایزه کنگورد شد. در 1958 نخستین جلد زندگی نامش به نام خاطرات دختری سر به راه را نوشت و چهارمین و آخرین جلدش در سال 1972 به نام ملاحظات تمام جهاد به چاپ رسید. در 1964 کتاب مرگ آرام که روایت مرگ مادرش بود را نگاشت. سپس بعد از 12 سال پس از انتشار مادرین ها به رمان نویسی روی آورد. تصاویر زیبا را در سال 1966 و بانوی شکسته را در 1968 به پایان رساند. یکی از اهداف دوبوار در تصاویر زیبا این بود که پیشرفت بشری باید در آن واحد مادی، معنوی و اخلاقی باشد. در غیر این صورت نمیتوان آن را پیشرفت به شمار آورد. این کتاب رنگی از فمینیسم دارد. دوبوار درباره بانوی شکسته به بررسی فرایند خود و ویرانگری زنان میپردازد. در 1970 کتاب پیری را نگاشت و در سال 1981 پس از مرگ ساتر مراسم وداع با ساتر را چاپ رساند. مانیفست 343 بیانیه‌ای بود که در سال 1971 میلادی 343 زن فرانسوی امضا کرده و به انجام سقط جنین در زندگی خیش اقرار کرده و در نتیجه خود را در معرض خطر پیگرد قضایی قرار دادند. متن این مانیفست توسط سیمون دوبوار نوشته شده بود و زنان سرشناسی نیز آن را امضا کرده بودند. سیمون تا روز مرگش فعالیت خود را با مجله زمان نو که توسط خود او و ساتر تأسیس شده بود همچنان حفظ کرد. سیمون دوبوار در 4 آوریل 1986 چشم از جهان گشود. تجاوز جنسی چیست و چند نوع دارد؟ وقتی کسی از طریق ضرب و جرح یا خشونت یا از طریق تهدید به اعمال بزهکارانه فرد دیگری را به نزدیکی جنسی یا به انجام تحمل عمل جنسی دیگری که از لحاظ اهانت و سایر شرایط قابل مقایسه با نزدیکی جنسی باشد وادار کند، این عمل تجاوز جنسی و آن فرد متجاوز دانسته می شود. همین امر در مواردی که یک فرد از موقعیت عجز و درماندگی فرد دیگری سوء استفاده کرده و با اون نزدیکی جنسی یا عملی قابل مقایسه با نزدیکی جنسی انجام دهد نیز صدق می کند. فرد ممکن است بیهوش یا خواب، مست یا تحت تأثیر مواد مخدر، بیمار یا مصدوم یا دارای نوعی معلولیت ذهنی باشد.
همچنین باید گفت نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکان حتی اگر با رضایت او باشد تجاوز محسوب می شود. تجاوز در تعریفی که داده شده از نظر جنسیتی هم در مورد پسران خردسال و نوجوانان اتفاق می افتد و هم در مورد دختران و زنان. انگیزه ها. هیلز یکی از روانشناسان محقق در مورد تجاوز انگیزه متجاوزان را به خصوص در تجاوز به غریبه چنین می شمارد: خشم. انگیزه این صدمه زدن جسمی و تجاوز کسب ارضای جنسی نیست، بلکه رنج و خشم ناشی از طرد شدن از طرف زنی است که قبلا با او رابطه داشته است. قدرت. فرد متجاوز می‌خواهد زور و سلطه‌گری خود را نشان دهد. دیگر آزاری. آزارگران جنسی اغلب علاوه بر تجاوز به قربانی او را شکنجه می‌دهند و با زورگویی و خشم به برانگیختگی جنسی می‌رسند. گروه گرایی بزهکارانه. در این نوع تجاوز بزهکارانه‌ای که معمولاً تعدادشان بیش از 2 نفر است و در یک باند قرار دارند، با حمله و تجاوز دست جمعی به یک قربانی پرخاشگری و میل جنسیتی خود را ارضا می‌کنند. ارضای میل جنسی. این گونه تجاوز یک اقدام وحشیانه است، به این معنی که فرد متجاوز نمیتواند انگیزه جنسی بیدار شده خود را مهار کند. تجاوز افراد غریبه. در این نوع تجاوز فرد توسط شخصی که آشنایی قبلی با او ندارد مورد تجاوز یا حمله جنسی قرار میگیرد. تجاوز فرد آشنا یا دوست صمیمی. این اصطلاح در مواردی به کار می رود که متجاوز برای قربانی آشناست. تجاوز ممکن است در نخستین دیدار یا پس از ماه‌ها آشنایی صورت گیرد. قربانیان این نوع تجاوز علاوه بر نشان دادن علائم همه قربانیان تجاوز خود را به دلیل ضعف انتخاب و برانگیختن متجاوز بیش از سایر قربانی‌ها سرزنش می‌کنند. این نوع تجاوز هنگامی رخ می‌دهد که رابطه صمیمیانه‌ای بین 2 نفر برقرار می‌شود و مرد طرف مقابل را وادار به آمیزش کامل می‌کند. بررسی‌ها نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از نوجوانان در ایجاد تفکیک بین تجربه جنسی و تجاوز جنسی دچار مشکلند و از حداقل آگاهی‌های علمی لازم در خصوص روابط جنسی برخوردار نیستند. موارد معتددی از بارداری در روابط گزارش شده که طرفین هیچ اطلاعی از این امر نداشتند. با ناآگاهی و جهل نسبت به مسائل جنسی، برانگیخته شدن احساس گناه و شرم، محدودسازی فضای خانواده، فضاهای آموزشی و اجتماعی در ارائه معلومات لازم در این خصوص به بحرانی شدن پیامدهای این روابط کمک کرده است. تجاوز در رابطه زناشویی. این نوع از تجاوز در رابطه ازدواج صورت می‌گیرد. در گذشته وقتی شوهری بدون رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار می‌کرد، این عمل او به عنوان تجاوز تلقی نمی‌شد و به خاطر ارتکاب به این حمله و تجاوز مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گرفت. در عوض خود را به عنوان یک شوهر از حقوقی برخوردار می‌دانست و از آنها استفاده می‌کرد. از زنان انتظار می‌رفت که با هر نوع رفتاری کنار بیایند و در هر زمانی برای رابطه جنسی در دسترس باشند. این طرز تفکر مرد سالارانه و جنسیتگرا هنوز در بسیاری از کشورها پابرجاست. اگرچه اخیراً تجاوز در رابطه زناشویی به لحاظ قانونی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، زنانی که توسط همسران خود مورد تجاوز یا سوء استفاده قرار می‌گیرند، نسبت به سایر قربانیان تجاوز کمتر احتمال دارد که این واقعه را به پلیس اطلاع دهند، یا با این حال زنانی که توسط شوهرانشان مورد تجاوز قرار می‌گیرند، همچون قربانیانی که توسط سایرین آسیب می‌بینند، همزمان از عوارض جسمی و عاطفی رنج می‌کشند. جنایت جنسی به مثابه جنایت جنگی. تا دهه 1990 خشونت جنسی در جنگ تقریباً اصلاً به چشم نمی آمد.
وجود زنان اوقات فراغت در دهه‌های 1930 و 1940 و ناکامی اولیه در پیگیری قضایی تجاوز و خشونت جنسی در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و مخصوصاً دادگاه‌هایی چون یوگسلاوی سابق و روند آن نمونه‌هایی از این دست بودند. اما اکنون با توجه به مداخله مؤثر و قابل توجه سازمان‌های غیردولتی، دادگاه‌های بین‌المللی کیفری جنسیت را به محور اصلی رویه قضایی خود وارد کرده است. برای مثال، دادگاه یوگسلاوی منابع قابل توجهی را به پیگیری قضایی تجاوز اختصاص داده و به صراحت تجاوز را به عنوان شکنجه مورد شناسایی قرار داده و دادگاه روند تجاوز را به عنوان عمل نسل کشی به رسمیت شناخته است. در کشورهای دیگر بر اساس قوانین موضعه دادگاه بین‌المللی کیفری نه تنها جنایت جنسی و خشونت جنسی در حوزه رسیدگی این دادگاه‌ها قرار گرفته، بلکه این دادگاه فرایندهایی را جا انداخته که رسیدگی به این نوع جنایت و قربانیان آنها را تضمین می‌کند. کمیته‌های زنان برای عدالت جنسی در تلاش برای تحقق این هدف با مخالفت فراوان مواجه شدند، اما بر این موضوع خود پافشاری کردند تا خشونت جنسی نیز به عنوان بخشی دیگر از اشکال خشونت که پیش از این به رسمیت شناخته نشدند، مانند شکنجه و نسل کشی پذیرفته شود. در بیانیه و برنامه اقدام عملی پکن، اصل حقوق زنان حقوق بشر است تشریح شده و در کنار دیگر مسائل از تجاوز شامل تجاوز سازمان یافته، بردهداری جنسی و حاملگی اجباری به عنوان نماد نقض حقوق بشر نام برده شده است و توازن جنسیتی در میان قضات و دیگر کارکنان نهادهای قضایی از جمله دادگاه‌های بین‌المللی کیفری ویژه خواسته شده است. دستاوردهایی که در اینجا می‌خواهیم درباره‌شان صحبت کنیم حاصل تمامی این ابتکارات است. ابتکاراتی که به این دلیل موفق از آب درآمده که از بسیج و اتحاد جهانی زنان نشأت می‌گرفت و بر این نکات پافشاری داشتند که حقوق زنان همان حقوق بشر است و حقوق بشر اعم سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی و حقوق توسعه پایدار، زن محور و انسان محور تقسیم نشدنی و جدا ناپذیرند و باید بر بخشودگی جنایت جنسی و پذیرش غیر کیفری بودن آنها نقطه پایان نهاد. جنبش‌های زنان به واسطه همین بسیج جهانی با وجود تلاش‌های شدید و هماهنگ نیروهای جناح راست مذهبی برای متوقف ساختن برنامه‌های زنان و دیگران از پذیرش یا به رسمیت شناختن نیاز به اولویت شمردن جنسیتی به نیروی قابل توجه در سطح بین‌المللی تبدیل شدند. رابطه متقابل بسیج زنان در تمامی سطوح و تغییرات در حقوق بین‌المللی نمونه ای از این اصل بنیادین است که حقوق بشر نیز مانند حقوق خود قانون مستقل و قائم به ذات نیستند، بلکه برآمدن و زوالشان ریشه در جنبش‌های مردمی و فشار سیاسی و مردمی و تحولات فرهنگی دارد که این فشارها را با خود می‌آورد. این دهه اخیر در حقیقت از این لحاظ تاریخی بوده که شاهد پیشرفت چشمگیری از نظر دگرگونی گفتمان در سطح سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌ها بوده‌ایم. در عرصه قانون بین‌المللی کیفری پیشرفت چشمگیری در زمینه حذف مسنونیت و بخشودگی برای جنایت جنسی رخ داده است. برای اولین بار گام‌هایی در جهت به رسمیت شناختن زنان به عنوان سوژه تمام و کمال حقوق بشر و عدالت کیفری بین‌المللی برداشته شده است. مسبب دادگاه بین‌المللی کیفری در رویکرد درست و جامع خود به مسائل مربوط به جنسیت در قوانین بین‌المللی در واقع انقلابی عمل کرده. این دادگاه نه تنها سازوکار عینی و بالقوه مهم برای مسئولیت پذیری است، بلکه همچنین شامل شکل‌های بنیادینی از عدالت جنسیتی را تثبیت می‌کند که می‌توان منبع الهام و الگویی برای فعالیت سیاسی و نظام‌های داخلی کشورها باشند. البته گنجاندن هنجارهای جنسیتی در مسببه مشخص شده است و به خودی خود زنستیزی و قوانین حاوی تبعیض جنسیتی را دیگرگون خواهد ساخت.
بر اساس این مسببه حکومت‌ها به الزامی روبرو نیستند، بلکه تنها تشویق می‌شوند که در قوانین داخلی خود نکات کلیدی را بگنجانند. به علاوه حتی هنجارهای مسببه مانع از خطر حذف و بخشودگی در دادگاه‌های بین‌المللی یا در فرایند مسئولیت پذیری ملی و بین‌المللی نخواهد شد. اما به هر حال ابزار انتقادی تازه‌ای در دسترس ما می‌گذارد. در اصل فرایند تغییر فرهنگ پدرسالاری و نابرابری زنان امری چند جانبه و وظیفه فوری بر دوش همه مردان و زنان است. دادگاه‌های بین‌المللی کیفری می‌توانند در این فرایند مشارکت داشته باشند. به عبارتی دیگر، موفقیت در این زمینه نه تنها در ممانعت از آزار در وضعیت جنگی عملکرد دارد، بلکه فهم عمومی را نسبت به ظلم جنسی و خشونت و آزار جنسی و رابطه بین شکنجه در روابط خانگی و آزار در شرایط جنگ افزایش می‌دهد. همچنین در مورد مسائلی که نهادهای قضایی ملزم به عمل پس از وقوع هستند مهم است که با رابطه ذاتی نابرابری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از جمله نابرابری جنسیتی با خشونت در تمامی زمینه‌ها مبارزه همه جانبه داشته باشند.